آیا استقلال باید دروازه‌بانش رو عوض کنه؟ استقلال اول فصل با آنتونیو آدان قرارداد بست، کسی که توی رئال مادرید، اتلتیکو مادرید و اسپورتینگ لیسبون بازی کرده. اما آماری که تا الان داشته مثل سابقش درخشان نبوده. نه تنها درخشان نبوده بلکه افتضاح هم بوده، به طوری که توی 13 تا بازی 18 تا گل خورده، یعنی میانگین هر بازی بیش از یک گل. در صورتی که استقلال اگر بخواد قهرمان بشه باید خیلی کمتر گل بخوره. در حال حاضر استقلال دو راه بیشتر نداره، یا آدان رو نگه داره یا باهاش فسخ کنه. اگر نگهش داره ممکنه قهرمانی رو از دست بده و اگر باهاش فسخ کنه باید غرامت سنگین بده. ولی چه غرامتی سنگین تر از دست رفتن قهرمانی، آبروریزی تو آسیا و حتی کم شدن اقتدار استقلال تو ایران؟ به طوری که تیم دست دویی پادیاب میگفت از هر جا که تونستید شوت بزنید، گلر استقلال مطمئن نیست. حقیقتا کادر فنی آنالیز کرده بودن، گلر مطمئنی نیست و گفته بودن کادر فنی که از پشت هر جا گیر اومد شوت بزنیم. کادر فنی که از پشت هر جا گیر اومد شوت بزنیم.